شناخت روحانیون شیعه از همسران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. آیت الله قزوینی میگوید ام ایمن همسر پیغمبر. ام ایمن همسر پیغمبر شهادت داد. ام ایمن همسر پیغمبر شهادت داد. ام ایمن همسر پیغمبر شهادت داد. جناب آیت الله محقق، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همسری به نام ام ایمن نداشتند، بلکه ام ایمن یکی از زنان صحابه و همسر زید بن حارثه و مادر اسامه بن زید می باشد. همچنین حجت الاسلام و المسلمین عدالتیان می گوید ام عطیه یکی از همسران رسول خدا. من یک نمونه رو از سنن ترمذی حدیث 3746 نقل کنم. اونجا میگوید که از قول ام عطیه یکی از همسران رسول خدا، از قول ام عطیه یکی از همسران رسول خدا، از قول ام عطیه یکی از همسران رسول خدا. جناب حجت الاسلام، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همسری به نام ام عطیه نداشته، بلکه ام عطیه که نام وی نصیبه بنت حارث انصاری می باشد یکی از زنان صحابه بوده است. الله متعال در قرآن کریم می فرماید النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. رسول الله نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش مادران مؤمنان هستند. بینندگان گرامی، چنانکه دقت نمودید، الله متعال در قرآن کریم همسران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را مادران مؤمنان معرفی می کند. آن وقت این آیت الله ها و حجت الاسلام ها که گاوهایشان گوش عالم را کر کرده و خود را نیز مؤمن می دانند، مادران خود را نمی شناسند و زنانی را که هیچ نسبتی با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ندارند را همسر ایشان و مادر مؤمنان و مادر خود می دانند. اسامی امهات المؤمنین، همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. ام المؤمنین خدیجه دختر خویلد رضی الله عنها. ام المؤمنین عایشه دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنهما. ام المؤمنین ام سلمه هند دختر ابی امیه رضی الله عنها. ام المؤمنین ام حبیبه رمله دختر ابو سفیان رضی الله عنهما. ام المؤمنین حفصه دختر عمر فاروق رضی الله عنهما. ام المؤمنین سوده دختر زمعه رضی الله عنها. ام المؤمنین زینب دختر جحش رضی الله عنها. ام المؤمنین میمونه دختر حارث رضی الله عنها. ام المؤمنین زینب دختر خزیمه رضی الله عنها. ام المؤمنین صفیه دختر حیی رضی الله عنها. ام المؤمنین جویریه دختر حارث رضی الله عنهما. خب آقا، شما جاهل هستید، شما نمیدانید، شما سواد ندارید، مطالعه نمی کنید. خب آقا، شما جاهل هستید، شما نمیدانید، شما سواد ندارید، مطالعه نمی کنید. خب آقا، شما جاهل هستید، شما نمیدانید، شما سواد ندارید، مطالعه نمی کنید.